من یه اعتقادی توی همه چی دارم، اونم اینه که هر اتفاق بعدی که برام میفته به آخرش فکر میکنم. میگم آخرش قراره چی بشه. مثلا تفکر کلیم تو زندگی اینه که آخرش قراره بمیریم. پس اگه قراره آخرش بمیریم و سرنوشت هممون یکیه، جوری زندگی کنم که متفاوت باشه، چون مرگمون که قراره یکی باشه مثل هم دیگه. توی مسائلی هم که برام پیش میاد همین جوری هم به بدترین حالت آخرش فکر میکنم. میگم آخرش که چی؟ آخرش که چی؟ بعد نگاه میکنم ببینم اون آخرش که اون اتفاق بعد قراره بیفته ارزش اینو داره که من الانمو اینقدر به گند بکشم برای اون موضوع. اگه ارزششو داره که به گند میکشم دیگه. اوکی، پس میرم تو دل مشکلات، میرم تو دل مسائل، دلمو میذارم به دریا، اون کارایی که دوست دارمو میکنم. میگم آخرش و در بدترین شرایط ممکن قراره این اتفاق پیش بیاد و خودمو آماده میکنم و در اکثر مواقع اون بدترینه که فکرشو میکردیم پیش نمیاد. به جز مرگ که در انتظار هممونه، بقیه‌اش یه واهمه بیش نیست.